استریت هنگران مثل خیلی از نوازنده‌های یک اول ویدیو و تمام تلاش ما برای ساز زدن تو خیابون بوده تا الان که یه حال خوبی به شما بدیم و یه حال خوبی خودمون دریافت کنیم و در کنارش یه منبع درآمدی هم باشه. و از خیلیاتون که این سالا شنیدم که شما لیاقتتون نیست کنار خیابون کار کنید و اینا، هرچی به اینا کاری ندارم. در همین تصمیم گرفتم که چنل یوتیوبم رو راه بندازم و هر چیزی که طی 5 سال یاد گرفتم، چیزایی که خودم یاد گرفتم بدون هیچ آموزشگاه و اونی که از کسی یاد بگیرم و با شما در میون بذارم و خیلی خوشحال میشم که کوچکترین چیزی رو بتونم بهتون یاد بدم. البته کوچکتر از من که بخوام به شما چیزی یاد بدم، ولی خب برای همین چنل رو راه انداختم و تنها درخواستی که از شما دارم اینه که سابسکرایب کنید، شیر کنید ویدیوها رو تا واقعا به اون چیزی که میگفتید لیاقتمونه بعد 5 سال بهش برسید. همین. چاکس.